سلام كمسك الختام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این درس خدا خواسته باشد ما با شما مثال‌های مرکب قاعده مد را خوانده می‌براییم. در درس پیشی ما با شما مثال‌های ساده را خواندیم که از دو حرف عبارت بودند. در این درس مثال‌های مرکب را می‌خوانیم. مرحمت گوش کرده پس از خواندن من تکرار کنید. مالو، حالو، نارو، جاهو، شامو، سامو، باری، عالی، راضی، قاضی. در اینجا حرف را و حرف قاف حرف استعلا می باشند، یعنی غفظ خوانده می شوند. راضی، قاضی، هادی، حالی، کلامو، سلامو، حلالو، حرامو، جلالو، جمالو، کمالو. اینها بودن مثال‌های آوازی ا. اکنون ما با شما مثال‌های آوازی او را می‌خوانیم. قولی. در اینجا هم آوازی او و هم آوازی ای به دو حرکت کشیده خوانده می شود. قولی، طوفی، طوبی، یقالو، یطافو، یتابو، یقولو، تقومو، یطوفو، یتوبانی، یقولون، تقومون، یطوفون، تقولون، ینصرون. اکنون بیاید با هم مثال‌های آوازی ای را می‌خوانیم. بیع، میل، عیش، یبیع، یمیل، تعیش، تبیعین، تواریخ، تراویح، مهتدین، مجرمین، مکرمین، مسلمین، محسنین. این بود پایان درس امروزه. وظیفه خانگی این مثال‌هایی که خواندیم در دفتر کاری خود نوشته بار دیگر آنها را تکرار کنید. در آخر دعا می‌کنیم که خداوند به شما آسان گرداند تا الفبای عربی را از خود کرده تیزتر به قرآن خوانی شروع کنید و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.